ما شما زن فرزند داریم، هم خیلی فرزند داریم یا فرزنددار میشویم، اویله‌دار میشویم. آرزوی پدر و مادر چی است؟ فرزند را کلام کرده به وی رسانیدن، خوشبختی فرزند را نصیب گردانیدنش، فرزند را دایم صحت سالم دیدنش، داغی فرزند را نبیند. بعضا حالات تو چی میکنیم؟ این بسیار مهم است، به نهایت مهم است. کی میخواهد فرزند خود را از دست دهد؟ مردم ما بسیار منطقه‌ها، ولایت مختار کوهستان بدخشان، وادی رشت، شهر اسفر، دیگر چندین شهر دوشنبه دیگر در یک روز، دو روز، سه روز دعوتی یک پدر و مادر فرزندانشان گسیل میکنند اختیاراً. وقتی یک حادثه ناخوش میشود چی؟ اینا نادیده نگیرین. من سپارش دادم کدام قسمی حربی که اگر همین خیلی حادثه میشود، کماندیر باید همون زمان از سیستم رانده شد، یعنی بی‌نظارتی است. ما سپارش دادیم که در جای خواب، جای استراحت، جای خوراکخوری، دیگر جای و جمعیتی قسم‌های حربی کامراهای نظارتی گذاشته شود. نظارت کنین. مخصوصاً کمیسی‌های طبی که دعوت میکنند، در بسیار حالت فرزندانی که مریض هستند بعد دو سه ماه علاقه این جوان بسیار بیمار است، نه اینکه برای خدمت کردن، عموما برای توبت محتاج است. این خیلی کمبودیار ما نابخشیدنی است. اینا برطرف کرده مانده که عموما از بین برداشته نمانده که ما دور نمی رویم. 1400 کیلومتر با جمهوری اسلامی افغانستان سرحد داریم. وضعیتی که امروز در سرحدات قرار دارد، در 30 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان چنین وضعیت بار اول ما باشد. بسیار حساس و مرکب است. هر روزها جنگ‌های شدید رفته ایستادند بین قواهای حکومتی و گروه‌های تروریستی. در همین وضعیت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. این وضعیت از ما شما طلب میکند که ما باید در غفلت نمانیم. من تحلیل کردم در 2 سال اخیر، شما هم خوب میدانید، در آن دولت‌هایی که در کشورهای نزدیک، شرق نزدیک، دیگر جا آن حادثه‌های زد و خوردهای حتی تبادلات‌های نظامی دیگر رخ دادند، اکثریت آنچه که حکومت‌ها سقوط کردند، بعضا بسیار حادثه‌های ننگین و سنگین هم شد، نشان دادند که قواهای مسلح 4-5 کشوری که من تحلیل کردم، شما ناز می‌دانید، قواهای مسلح آنها عموماً آماده نبودند. تکنیک و یراق و مهمات جنگی به کار شروع نکردند، نتوانستند، کار ناشایان بودند. قواهای مسلحشان آماده نبودند، برای همین شکست سقوط کردند. در امورات نزدیک کوتاه ما دائما تاکید میکنیم همه آن چیزی که ما داریم، البته دولت حکومت درباره مدرنیزاسیون قوای مسلح کاربری کرده ایستادیم، لیکن همه آن چیزی که ما داریم امروز آماده باشه. خودی همین شب روزمره چی من وضعی میگم، گرچند که در دنیا اعلان نگشته است که جنگ سرد و یارانشوی با شتاب شروع شده است، لیکن این علاقه شروع گردیده است بین ابرقدرت ها. میبینید آن از معلومات و یا جنگی سرد و یارانشوی با شتاب به نهایت در سطح بلند ادامه دارد. این یگان جای پنهانیش نمانده است. تکنولوژی یا که یک گریتان در وقتی خدمتی حربی چند تیپ یا که مدل سیستم علاقه تغییر یافت. همین طوره چی داشتیم؟ یک رسانه عادی، بعد پیدا شد تلفن‌های کونه، بعد رسانه، بعد دیگر حاضر علاقه هر 10 روز یک ماه دیگر یافته پیشرفته ایستاد پیشرفته. برای اداره کردن چون این سیستم را جاری کردن در سیستم قوای مسلح مملکت برای این چی در کار؟ برای متخصص یا که یراق اسلحه مهمات. تازه دیگر جنگ‌های وای نمیشه، دیده ایستاد دنیا بودن. جنگ‌های اطلاعاتی را بینید،
ضربه و جانکاهی خسارات است از یراق هسته‌ای بیشتر است. ما شما شاهد هستیم. یعنی ما کادرهای زمان نو را تیار کردن و بازآموزی کادرهای جوانان چی در بعضی دانشگاه و دانشگاه‌های عالی مملکت و چی در خارج کشور باید دقتی اولین درجه دهیم و آماده نماییم. با در نظر داشت اهمیت بزرگ این مسئله ما تا امروز در داخل کشور و در بهترین مؤسسه‌های تحصیلات عالی حربی بیش از 10,000 کادرهای به طلبات زمان معاصر جایگاه نظامی را تیار کردیم. این کاری آسان نیست. بیش از 10,000. حالا باز هزارها نفر جوانان ما در مؤسسه‌های تیار کردن کادرهای حربی داخل و خارج کشور تحصیل کرده ایستاده‌اند. امروز سطح تأمینات جزء تام‌های قوای مسلح کشور با کادرهای اثری 93% را تشکیل می‌دهد. این بد نیست. حالا هم امکانیت‌ها و ذخیره‌های استفاده نشده را ما باید استفاده بریم. گپ در شماره نیست. صفت. ما ببینیم بعضا کشورها در رفتن نه اونقدر متخصصای ورزیده گشته آمده ایستادن تجربه آموزی را کنیم. با دیگر کشورهای پیشرفته همکاری داریم، شرطنامه‌های دو جانبه داریم. ما دائما در آموزش قرار داشتن مانده کار. در روزهای سخت و وزمین هم سابقه داران قوای مسلح در اینجا حضور دارند، هم رهبریت وزارت اداره قوای مسلح و حفظ حقوق حضور دارند. بعضی خطاگی‌هایی بودند که از سطح کسبیتی پستی متخصصان ما تلفات‌های زیاد می‌دیدیم. وابسته به این می‌خواهیم یک مسئله مهم دیگر را نیز تاکید نماییم. در جریان آماده کردن و جابجاگذاری کادرها رهبران مؤسسه‌های تعلیمی، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق وظیفه دارند که با آب و تاب جسمانی و معنوی، سطح دانش و جهانبینی، زباندانی، حس وطن دوستی، آداب معاشرت و دیگر صفت‌های شخصی و اخلاقی کادرهای آینده دقت جدی دهند. زباندانی، زبان‌های هم پیش از زبان مادری، زبان‌های خارجی. امروز ما قریب با صدها کشورهای دنیا همکاری‌های نظامی داریم. در مشق‌های مشترک اشتراک می‌ورزیم. با کشورهای خارجی شرطنامه‌های نظامی با امضا رسانی همکاری‌ها داریم. اگر زبان را ندانیم چگونه معاشرت می‌کنیم؟ بسیار تکنیک مهمات زبان‌های روسی و دیگر زبان‌های خارجی است. زبان را ندانیم چگونه اداره کرده بتوانیم؟ چند روز پیشتر با مقصد هوسمند گردانیدن شهروندان برای خدمت در صف قوای مسلح و در هیئت ذخیره‌های سفربری برای مدافع دولت آماده کردن شماره بیشتر جوانان قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی در تحریر نو قبول گردید و با یک قطار قانون‌های ساحوی تغییر و علاوه وارد کرده شدند. دوستان عزیز، همه ما شما باید اندیشه کنیم. ما خود انتخاب و جابجا کردن کادرها را نه از روی خویش و تبار یار و هم صنف و هم کورس و هم خدمت نه. چه جراح و چه افسران، رهبران خطاگی اگر راه میدین این خطاگی اصلاح نشونده است. رهبر قسم نظامی یا که کماندیر یا که پالکونیک است، گنرال است، دیگر است، پیش از همه وی غمخوار باید باشد. غیریانه که نظامی است. مثل فرزندتان باید تربیه کنید. مثل فرزند خودتان نگاه بین کنید، غمخواری کنید، تربیه کنید، شرایط مهیا کنید. گذر سالهای تنقیصی ما داریم این روز امکانیت. در آن صورت در ارمی انتظام ترتیبات تمام امر فرمانها عملی می‌گردند. من خود شاهد بودم در سالهای وزمین سربازان جانثاری ها می‌کردند. جنگ را کی می‌کرد؟ سرباز قطاری کی طلب می‌شد؟ این بسیار بسیار مهم است. طلبات دیگر می‌شود. رفت زمانهای گذشته بود رفت. من شما را نمیدونم. برادری من هم در زمان شوروی در وقت خدمت 3 سال خدمت کردن، کشتنش درم. سرحدوان بودن. در سرحد پاش لواف این روزه حدود اوکراین. من میدیدم چگونه مادر، پدر چگونه عذاب میکشند یا آیلهش در خانه
фикр кунед, як ҳодиса мешавад. фикр кунед, худатон дар ҷои падару модаре ки ана ҳамин ҳодиса рӯ додааст, дар ҷои ҳам гузоред. фикр вай кунедтон ки вай фарзанди шумо аст. чикор мекунед шумо? дар бисёр ҳолатҳо аз ҷониби командирони қисмҳои ҳарбӣ хунукназарӣ аст, бепарвоӣ аст, даст ба коррупсия задан аст. бо дигар ҳодисаҳои дигарам аст. ино реша кардан накун. мо проблемаи имрӯз кадрӣ надорем. мутахассисон мо омода карда истодем, боз омода мекунем, боз омӯзиям мекунем. ман ифтихор мекунам, штанд дар инҷа генералҳо, собиқ ветеранҳо. ман дар ҷои хушку холӣ артиш қувваҳои мусаллаҳро ман таъсис додам. мисли фарзанди худам ман шуморо, ҳар кадоми шуморо дӯст медорам. як ҳодиса мешавад, шабу рӯз хобам намебарад. ҳар як афсара ман дар пеши худам набуд, аз хориҷа даъват кардем. имрӯз шукрона ки мо дорем, зиёду бар зиёд, ҳам генерал дорем, ҳам афсарои олутрубаи дигар соҳаҳода дорем. қариб тамоми соҳаҳода мутахассисҳо ҳастанд. мутахассис гарчанде ки дар солҳои аввал ғайри мутахассисони касбӣ роҳбарӣ мекарданд, сохторҳои қудративу амниятиву дигара. чӣ гуна муносибат кардан мумкин? аз давлат бе қувваҳои мусаллаҳ вуҷуд доштан наметавонад, махсусан дар шароити имрӯза. хароҷотро дида модакор, сарфакор будан дакор аст. лекин аз шумои шумо вобастагӣ дорад. кадрҳои ҷавона тарбия кунем. мои шумо саромада оҳан намегирем. мо тарбия карда модакор, тарсида модакор нест ки ҷои мана мегирад. баръакс